بریم برای این آموزش جذاب ساخت انیمیشن. وارد برنامه انشات میشید. از قسمت ویدیو روی جدید ضربه میزنید و خالی رو انتخاب میکنید. تایید رو میزنید و زمان ویدیوتون رو به دلخواه تنظیم میکنید که من روی 10 ثانیه قرارش میدم. از قسمت برچسب روی برچسب ضربه میزنید، روی گیف ضربه میزنید، برچسب رو میزنید. حالا من اینجا میخوام که مثلا چمن رو سرچ کنم. میام به انگلیسی چمن رو مینویسم گراس و سرچ میکنم. اینجا ببینید کلی واسهتون چمن میاره که من مثلا اینو انتخاب میکنم و تایید رو میزنم. زمانش رو تا آخر میکشم تا پایان کلیپ. حالا اینو بزرگش میکنم به این صورت و میارم این پایین قرارش میدم. حالا از این میایم یه دونه کپی میگیریم و اینور قرارش میدیم که کامل پوشش بده. به این صورت. حالا بازم یه کپی میگیریم میاریم اینجا قرارش میدیم. حالا بازم میایم یه کپی میگیریم این قسمت قرارش میدیم. یه دونه هم کپی میگیریم اینجا قرارش میدیم و یه کپی دیگه اینجا قرارش میدیم. تایید رو میزنیم. حالا بازم میایم از قسمت برچسب از این قسمت. حالا من میخوام مثلا کوه رو سرچ کنم. مانتین رو میزنم به انگلیسی. خب سرچش میکنم. اینجا ببینید کلی واسهتون کوه میاره که من یکی از اینا رو انتخاب میکنم. من اینو انتخاب کردم. تایید رو میزنم. اینو بزرگش میکنم و این سمت تصویر قرارش میدم به این صورت. حالا اینو تا پایان کلیپ میکشیم و میایم از قسمت کپی میزنیم دوباره کپی میشه یکی دیگه یعنی. حالا از این قسمت میزنیم برعکس میشه بزرگش میکنیم و میاریم این سمت قرارش میدیم به این شکل. تایید رو میزنیم. حالا میایم از قسمت برچسب دوباره مثلا میخوایم بهش خورشید اضافه کنیم. از قسمت برچسب از قسمت جستجو سان رو میزنیم. سان. خب اینجا واسهتون کلی خورشید میاره که من اینو انتخاب میکنم بزرگش میکنم و این بالا قرارش میدم. دوباره میام از قسمت برچسب. حالا میخوایم که یه دونه خونه انتخاب کنیم هاوس. میام از قسمت جستجو هاوس رو وارد میکنم. خب ببینید کلی واسهتون اینجا خونه میاره به هر شکلی که بخواید. من یکی از اینا رو انتخاب میکنم. این رو انتخاب کردم برعکسش میکنم یه ذره بزرگش میکنم و اینجا قرارش میدم تا آخر کلیپ میکشم و دوباره از قسمت برچسب. حالا مثلا میخوایم که یه دونه حالا درخت انتخاب کنیم. اینجا درخت رو میزنیم و تایید. اینجا هم کلی واسهتون درخت میاره. اینم همینطور. اینجا بزرگش میکنیم قرارش میدیم تا پایان کلیپ ادامه میدیم و همه اینا رو انجام میدین. هر چی به دلخواه خودتون دوست دارین رو میاین اینجا قرار میدین و من الان میخوام یه دونه جاده و ماشینم قرار بدم. جاده‌رم قرار دادیم. حالا میایم از قسمت برچسب یه دونه ماشین انتخاب میکنیم. انگلیسی می‌نویسیم کار و سرچش میکنیم. هر مدل ماشینی که بخواین هست. من همین اولی رو انتخاب میکنم. تایید. سایزش رو بزرگ میکنم و اینجا قرارش میدم تا پایان کلیپ میکشم. حالا اینجا اول همین قسمت یه دونه کیفریم میدیم بهش و میاین اینجا آخرش هم یه دونه کیفریم میدیم بهش. حالا برمیگردیم ببینید به این صورت در میاد. تایید رو میزنید. ما آسمونمون مشکیه. حالا میخوایم این رو آبی کنیم. میایم از قسمت پس زمینه یه رنگ آبی انتخاب میکنیم. این رو من انتخاب میکنم و به این قشنگی در میاد. اینم از ساخت انیمیشن تقدیم شما.